قانون ویران کننده ها کار میکنن، مقامات امنیت، مقاماتی که عموما در همین بخش فعالیت دارن، در همه آنها روانشناسان مخصوص هستند. در ما هم هستن. من میدونم که در زمان وقتی من در گمرک کار میکردم، میدونم اونجا روانشناس هست در همون کلینیکشون که هر سال یک بار وقتی که از دکتر میگذارند کارمندان مقامات، این روانشناس بهای اساسی رو میدهد که اون آدم قابلیت کاری دارد یا ندارد. مثلا در حالتایی که میشود که در حالت استرس این چگونه رفتار میکند، از خود میبراید نخست و از بس که با آدم زنده کار دارد و در دست اسلحه دارد و در حالی که خودش رو اداره کردن نمیتواند و میتواند به یک آدم بیگناه ضرر رساند. و این چیز در ساختار دوره سویتی بود و امروز هم نگاه داشته شده است. ولی مثلا اصول کاری که هر سری چند وقت خود کارمندان مقامات به روانشناس مراجعت کرده خودشان از درون پاک کنند، استرس ها، اضطراب هایی که در دوام یک هفته کار، یک ماه کار جمع شد، آنها را پاک کنند و آزادتر باشد. این گونه تجربه هست یا نه من نمیدونم. گمان میکنم که نباشد، هم برای که در تاجیکستان ما روانشناسی زیاد هم نداریم که اختصاصی باشند این کارها را کرده توانند. ولی اگر که باشد بسیار خوب، نباشد اینها باید باشند. نه بسته با آن که این مقامات کارمندی مثلا ناظر راه است، واسه که این مثلا جستجوی جنایتی است، کار با کودکان نورسانی مثلا به چی میگن قانون ویران کننده است. این خیلی بخش زیاد دارد، ملی ما خودمون میدونیم و همه اینها باید این دانش رو داشته باشند و از این گونه خدمت استفاده برند. زیرا اضطراب های داخلی که آنها روز در دوام روز جمع میکنند، در دوام هفته جمع میکنند، آنها رو از درون خودشون ویران میکنند، خودشون بیمار میکنند. و این اضطراب ها چیزهای بی ضرر و آسانه کم سهل هم نیستن و طبیعی است که در این حالت اون ملیسه میتواند در حالتی که با یک آدم کم گناه مثلا با یک خطای اندک صادر کرده است روبرو شود و اگر خودش در حالت اضطراب باشد میتواند واقعا از خودش بیرون برود و با نسبت اون آدم واقعا جبر را ببیند، درست مناسبت کند، رو رنجاند، دشنام دهد و این چیزهایی هستند که برای ملیسه اصلا روا نیست. ولی اگر به خاطر بیاریم که او هم یک آدم قطاری است، البته این جای بخشش نیست. وقتی که مثلا قانون رو کارمند حقوق ویران میکند، ما میدونیم که جزاش نابخشودنی است و جزا 2 کرات زیادتر است. در حالتایی که دیگر مثلا انسان قانون رو نمیداند ولی گناه عفو نمیشود، ولی وقتی این انسان قانون رو میداند و خودش حمایت کننده این قانون است، جزای او 2 کرات زیاد می شود. این چیز معمولی است. ولی در هر صورت من گمان میکنم که در جامعه ما امروز بر نزدیک استراتژی نوی رشد ملی رو تهیه کردن، پیشنهاد کردن و قبول شد و در این استراتژی یک چیز بخشی که برای من بسیار معقول شد این همون بلند برداشتن درجه کسبیت عملداران است. و من باور دارم که کارمندان مقامات حفظ حقوق در داخل این هستند. و چیز دیگری که روند اصلاحات ملیسه است که در تاجیکستان رفته ایستاده است و در این روند هم بسیار اون چیزهایی که ما تا امروز راه حلش رو نیافته بودیم، این مسئله ها راه حلش اونجا پیدا میکنند. و سبکترش اون چیزی که شما گفتید بهترینش همون از آموزش است، بلند برداشتن درجه کسبیت کارمندان مقامات است که هم کار خودشان آسان شود. زیرا با انسان کار کردن، انسان مشکل ترین، مرکب ترین مخلوق خداوند است. و یک چیز در اکثر حالتها مثلا در روانشناسی میگن چلاویتسکی فاکتور، عامل انسانی، یعنی عامل نااستواری است. ما نمیدونیم که بعد 2 ساعت هم صحبت ما با ما چگونه صحبت میکند اگر او را نشناسیم، ندونیم. و هر روز کارمندان ملیسه با همین گونه آدمان صحبت میکنن، سر و کار میگیرن که آنها از دایره قاعده معمولی بیرونند. مثلا جنایتکار کیست؟ اون است که اون قاعده را، اون قانون را اعتراف کردن نمیخواهد یا نمیتواند و در داخل قاعده های خودش زندگی میکند، در داخل قانون های خودش زندگی میکند. و کارمند مقامات باید این گونه طبیعت را باید شناسد، با او معامله کرده تواند و باید در داخل همه این فراموش نکند که در ضمیر این جنایتکار باز هم انسان نشسته است و اون انسان رو از اونجا بیرون کردن لازم است، با آزاد کردن لازم است که همون مسکه نقاب جنایتکاری برود و همون طبیعت انسانی از بیرون شود. چرا مثلا حکم قتل در اکثر کشورهای متمدن از بین برده شد؟ امید است به آن که این جنایتکار زمان عیبش را میفهمد، کمبودی خودش را درک میکند و از راه بد میگردد.
یعنی همون انسانی که در ضمیرش نهفته است آن انسان بیرون می آید و هر یک جنایتکار پیش از همه انسان است، پدر است، مادر است، خواهر است، برادر است. وقتی که یک او رو همزمان مادر تولد کرده است، او رو مادر تربیت کرده است و کجای شده است که مثلا حالت میشد که یک درخت راست قامت درست میکند و در حالت میشد که شمال به او زودتر تاثیر میکند یا در سرما نمیدونم در هنگام حالت بودنش به او ضربه میزند که اون کج میشود و شاخه هایش به جایی که مثلا راست قامت کنند یا که باغبون ندارد راست کنند میشود و اینا هم خیلی نسبت انسان ها هم میشود. جنایتکارها هم آدمانی هستند که زمانی به مشکل گرفتار شدند و سبب اون مشکلات راهشان را نیافتند، در این جامعه رهگم زدند و انسان های بدبختی هستند و آنها هم اگر چنانه که شما مثال را از بیماری آوردید یک بخش بیماری جامعه هستند و ملیسا باید همچون طبیب باشد و حرفیت ملیسا، کسبیت ملیسا هم در همین است که با آدمان، با جنایتکارانی درجه های گوناگون، با آدمانی که قاعده رو یک بار دو بار در راه ویران کرده‌اند و آدمی که تصادفاً این کار رو کرده است، مثلا سراسیمه راه رو میگذرد با راننده‌ای که مثلا در درون ماشینش زنی هست که همین حاضر باید تولد کند نمیتواند آهسته ماشینش حرکت کند، مناسبتشان باید گوناگون باشد. بین جنایتکار، اونی که قانون رو دانسته ویران کرده است و اونی که تصادفاً به این حالت گرفتار شده است و انسانی که به اضطراب گرفتار است و خودش همون لحظه سرگم زده است باید فرق گذاشته توانند و آنها مناسبت رو از روی همین میزان راه اندازی کنند تا که نسبت آنها هم گله زیاد نشود. درست است. ما با شهروندان گرامی خود میگوییم که نگاه کنید به اطراف خود، بینید فرزندان شما به مکتب ها می روند، آیله های شما در خانه های خود تنج هستند اگر خانه نشین باشند یا که نزدیکان ما و شما کار می روند، دانشجویان درس می خوانند، آموزش می کنند، گوییم که کسانی که باز در گوناگون ساحه ها کار می کنند، فعالیت می کنند و ما تنج و امن هستیم و ما می توانیم آزادانه شب هم بگردیم. همه این یک چیزی نیست که امی خیلی به دست آمده باشد. بله. همه این محصول مهنتی همین کارمندان حزب حقوق است. بله. که آنها شب روز با واسطه گوناگون کارها، چی بگویم که مشاهده های ویدیویی باشد، چی آدمانی که مثلا یک منطقه را نظارت میکنند، چی گویم که از پی آن کسانی هستند که نیت های بد دارند برای جنایت کردن. عموما همه این به یک مهنت مشقتانه شبانه روزی آنها البته به دست آمده است. برای همین کسی که شکر مردم نکرده است شکر خدا نکرده است گفتند. در حدیث رسول اکرم هست که درود و سلام بر او که این مسئله رو میگوید که البته شما باید شکر مردم کنید، چون که شکر مردم نکنید، شکر اون کسانی که در اطراف شما هستند، پس شما شکر خدا هم نکرده اید. پس ما البته مینه‌داری خود بیان میکنیم با اون کسانی که حیات خود را بخشیدند به حزب امن و تنج و قانونیت در جمهوری تاجیکستان. البته از طرف حکومت هم آنها هم قدردانی شدند و بسیار لغات و بسیار برتریت های به آنها داده شده است که آنها یعنی که توانستند که این یک چیزی مشکلی که در جامعه هست به دوش خود گرفتند. و من میفهمم، من همچون متخصصی ساحه چی در دکتری و چی در روان میدونم که بسیار عائله های آنها حتی نارضا هستند از طرز حیات آنها که اینها شب و روز نیستند و دائم در چی هستند و دائم در گمانشان هست که گویا که آنها باز در جای دیگر یک زن دیگر داشته باشند. گفته به هر حال لیکن این کارشان چنین هست، مسئولیتشان چنین هست و برای همین از طرفی آن کسانی که این چیز میفهمند باید البته این به نظر گرفته شود و برای همسرانی گوییم که با لیاقت و شایسته کارمندان صبر و طاقت را و دستگیری چنین مردان را که در جمعیت هستند و برای حیات دیگران حیات خود را نثار میکنند، البته باید فهمند و بدانند که همه چیز قدر کرده میشد. من در یکی از خانان بزرگی
رسول خدا درود سلام بر او خوانده بودم که میگوید که کسی که یک جا را حمایه میکند، یک موضوع را حفظ میکند، ثوابش بالاتر است از آن شیخی که تا روز ذکر خدا میکند. بله. میگه این نشانداری آن است که این آدما نه تنها از طرف دولت، از طرف خدا هم اینها قدر کرده شدند و کار آنها البته یک کاری است که برای مردم لازم است. من شخصا در این حیات خود دیدم که زمانی که شورای برهم خورد و مشکلی ها در وطن ما سر زده بود، همگی 3 روز در دوشنبه مقامات حزب حقوق کار نمیکرد و ما دیدیم که در هر کوچه در هر جا کسانی پیدا شدند که صاحب همان کوچه بودند. بله. و آنها یک قانونهای خود را گذاشته بودند و این روزهای مشکل ترین برای خلق ما بود. بله. که خدا این روزها را باز نبیارد، چون که آنها یک چیزایی بودند برای ما یک درس عبرت بودند. واقعا نقطه درباره اعضای عائله کارمندان مقام حفظ حقوق گفتید، نه به سبب که ملیسه است، امنیت است. واقعا این مردم نه تنها عائله هاشون از اینا گله‌مندن، خودشون در زندگی واقعا خیلی کم میشوند که از دیدار فرزندان، از دیدار پدر و مادران، از مهربانی همسراشون محروم میمونن. تصور کنید که شما در هیچ کجا در خانه‌تون، در مهمانی، در هیچ کجا در اختیار خودتون نیستید. یگان ساعت در کجایی باشد، اگر یک زنگ شد از جای کارتون، شما باید آنجا باشید. و من مثلا شخصانی که مردانی که در این مقامات کار کردن سالهای زیاد، در دم پیریشون من همیشه شکوه شنیدم که من فرزندوم ندیدم که چه خیلی کلان شدن، من همسرم ندیدم که چه خیلی پیر شد. یا وقت بینم که عمر گذشته است، تمام عمرم اونجا گذشت. و واقعا اینها وقتی که به نفقه میبرن، همون نفقه قطاری من و شما میگیرن. به سر اینها توجه زرین گذاشته نمیشود. هرچند ما میگیم بله جامعه ارج گذاری میکنند، ولی در دوره امکانیتش. اینها هم قطار دیگر شهروندانی که به نفقه میروند و در اون دوره که به نفقه میروند، بعد همون وقت بعد میبینن که عمرشون به چی صرف کردن. ولی در دوره که اینها کار میکنن، در دوره که در حالتی که اینها ضرور باشن، اینها همیشه در جای کارشون هستن و این رو ندیدن گرفتن، به قدر اینها نرسیدن. این خودش یک ناشکری از اون که شما گفتید، ناشکری به خداوند است. زیرا این مردم بله میتوانن اونها درست معامله باشن، میتوانن در حالتهای شاید یگان نفری مرور انجام داده باشن و این هم سبب دارد. و این هم سبب دارد. من پیشتر گفتم که آدم‌ها زنده هستند، بعضا در حالتهای گرفتار میشوند که خودشون اداره کردن نمیتوانند. و اول گفتیم که مثلا اصلاحات ملی رفته است و خدا کند که امکاناتی زیاد پیدا شود که در هر یک بخش مقامات حفظ حقوق یک روانشناس ورزیده کار کرده تواند و اونها شاید در دوام روز کارشون 10 دقیقه در اومده اونجا صحبت کنن و به کدام سوالی به جوابشون جواب بگیرن که خاطرشون آروم باشد، هم کارشون خوب کرده توانن، هم به خانهشون اون افلاسی، اون مشکلاتی که در جای کار هست نبیارن. من در صحبت یکی از مردان این کار بودم که در حالا که در مقامات کار میکند، گفت من ملیسه بودم، در خانه هم آدم شدم. یعنی خودش رو در همون دردی که داشت، یعنی با فرزندانش معامله کردن رو گم کرده بود، زیرا همیشه در همون حالت کاری است. انسان خیلی مشکل است برای انسان از یک حالت به حالت دیگر گذشتن. آدم‌ها همه اکتور نیستن که در مثلا در صحنه یک نقش بازی کنند، از صحنه بیرون رفتن در خانهشون دیگر نقش پدرشون اجرا کرده توانند. حالتی که کارمندان مقاماتی حفظ حقوق اکثریتشون در همون حالت باز میمونند، زیرا مسئولیت به درجه زیاد است که آنها رو در خانهشون هم رها نمی‌کنند. اون در شب خوابشون هم بعضا مثلا کارمندان امنیت که مثلا با اسرار دولت کار میکنند، آنها در جای خوابشون هم در همون حالت قرار دارن. در همون جا هم به خاطری که گفتن نمیشه در خوابشون چیزی رو گفتن نتوانند، از زبانشون یک کلمه یک نام بیرون نبرد، آنها در خواب هم خودشون رو نظارت میکنند و این عمر انسان رو خیلی کوتاه میکند. آنها رو به بیماری های همین اضطرابی دائمی گرفتار میکند و این چیزهایی هستند که ما وقتی نمیدانیم میتوانیم از بیرون بها دهیم، با کارمندان حفظ حقوق بهای منفی خودمون رو بدیم. آنها رو من نمیدونم از نگاه همون لحظه که از آنها رنجیدیم، از یک لحظه که آنها ما رو باز داشتند، من نمیدونم گفتن که ندرست ماشین تحقیق کردی یا که روح رو ندرست گذاشتی، از آنها رنجیم و در دلمون نسبت به آنها هرچی ملامت هایی داشته باشیم. ولی وقتی که ما
حالت آنها رو نمیدانیم در حالت بها دادن ما هم حق نیستیم و این چیز رو ما باید همیشه به نظر بگیریم که اینها واقعا امنیت ما رو حمایت میکنند و امنیت ما به اینها امکان پذیر نیست. درست. اگر بغیر از این باز ما بدونیم که این چیزهایی هستند که ما باید به شعور مردم برسانیم که این چیزها به نظر گیرن، ولی کارمندان حزب حقوق هم در یک دایره قانونی باید عمل و فعالیت کنند. بله. و در حالتی که از این گویم که دایره بیرون شدن، البته در سیمای یک کارمند حزب حقوق مردم دولت را میبینند. تجسم دولت در سیما یک کارمند او هست. برای همین رفتار او درستی او مناسبت درستی او گویم که یک صادقانه فعالیت کردن او، البته این بهای دولت است. و ما این سه باید به نظر بگیریم. بعد در حقیقت زمانی آمده است که ما میدونیم که در ساختاری قدرتی البته روانشناسان هستند، ولی این کار را جاناک کردن و حالت روانی آنها را مثلا در خارجه پیش از آن که به یراق بدهند و او در یک وظیفه را اجرا کند، حالت روانی او را سخت میسنجند. بله، اونجا دستگاه مخصوص هست. دستگاه هست، آدمانی هستند که از نگاه از بسیار از پرسش و از تست های گوناگون و این لازم است، چون که من در همین حادثه را دیده بودم که در حالتی از دور زمان شوروی بود، حتی از کارمند حزب حقوق یراقی را نگرفتند و او پیش جنایتکاری در آمد و جنایتکار را در جایش پران که هنوز در زمان شوروی این واقعه ها حادثه ها می شدند. انا که تصور کنید که حالت روانی معین شود و البته در آن سمتی که امروز ما میخواستیم بگوییم، بدانند که هر یک شهروند تاجیکستان بداند که در قانون دولت، در آن قانونی که از طرف گویم که مردم قبول شده است و آن را در شورا تصدیق کردند، حقوقهای او تجسم شدند و از این حقوقهایش باید برخوردار باشد، باید بداند، باید بفهمد، نه تنها در حدود تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم بداند که باز یک چیز دیگری که اولین کسی که درباره حقوق بشر گپ زد و او رو اعلامیه کرد، این بابا یعنی همین مردم ما کوروش کبیر بود که این کار رو کرد و به مردم هشدار داد که حقوق بشر و حقوق آدمان رو دانند و آن رو از طرف دولت حمایت کرده شود. و همین چیز زمانی آمده است که ما همین میخواهیم که اجتماعیاتمون رو درست کنیم، میخواهیم که ما با آن چیز دستاوردهایی که در این سالها کردیم با آن رو مستحکم کنیم. ما باید در همین مسئله حقوق، چون که یگانه چیزی که ما را میتواند و جمعیت ما را رخ نکند، مشکلی بیارد، این ویران کردن قانون است. این ویران کردن قانون این یک سوراخی است برای وارد شدن قواهای بد که مقصدشان ناراحت کردن است. و در برابر این میخواست بعضی پیشنهادهای دیگری هست که آنها را ما فرصت است که بگوییم. یکی از آن چیزهایی که در سالهای نزدیک برای ما لازم است، این البته آن سرزمین هایی که در درون تاجیکستان عزیز ما هستند که هنوز از آدمان پر نکرده شدند و این مرغاب ما هست، این پامیر شرقی هست که در آن زمین های کلان و جاهای بسیار وسیع هست که ما رو همچون من در چیزهای خودم، در کارهای خودم آن رو به زبان روسی هم حتی اسفین مارگابا گفته پیشنهاد کردم که خوب میشد که در حالتی که انسان ها قانون رو ویران میکنن، آنها رو نگاه داشتن در گویم که محبس ها و اینقدر صرفا کردن، خوب میشد که آنها رو به همین سرزمین ها فرستن. مانند که سیبیر رو روسیه کرد، استرالیا رو مثلا شما قانون به درغه میخواهید. شاید این چنین زبان چنین باشد، ولی که به هر حال این سبب بیان میشود که این سرزمین به کنار از آدمان پر شد و بینید استرالیا، بینید سیبیر که جاهایی شدن که استرالیا و سیبیر که جاهایی که پیشرفته ترین که
ساختارهای دولتی و اصلا ساختارهای همه اجتماعی مملکت هم هستند. خیلی جا داشتن. منم برای همین میگفتم که مثلا شرط نیست که بعضا چنین شود، شاید این درست باشد، شاید این دیده شود و البته در نتیجه درست روی کردن و یک فنی هست، یک درسی هست در مکتب میانه که آن مکتب در مکتب میانه اون حقوق شناسی هست. با فکرم در صنف 9 زمان ما در صنف 8 میگذاشتیم، در همین دوره از اون آموختن و حتی مکتب بچه ها رو که یکی از سبب های اون که مکتب بچه های ما گویم که رفتارهایی میکنن که سبب تشویش جامعه هم میشود، بعضا مثلا برخوردهای جسمی میکنن با استفاده گویم که چیزهای ضربه زننده که آنها سببی مثلا معیوب یا که از حیات محروم شدن بعضی آنها میشد. این یکی اهم سبب است که آنها از همین قانون گذاری از قانون ام نشدند، یعنی که به شعور آنها این چیز هنوز درست نرسیده است و این را شاید اون فرمت آموزشی که در زمان شورای بود شاید اون قبول نمیشد. میگذاریم به شکلی بازی های مثلا کامپیوتری باشد، بگذاریم به شکل مولت فیلم های باشد که مثلا ما در باید فیلم های تصویری ملی خود آنها رو نشد، شاید این به شکل اسپکتاکل ها یا که چیزهای تئاتری باشد که در تئاتر گذاشته میشن و در کینوها فیلم های ما باشد و این میتواند که همین چیز رو خیلی کم کند، در نتیجه اون که وقتی نورس میبیند که این کار او رو به چی میبرد، چون که نورس هنوز درک ندارد، عاقبت او رو نمیداند و تا 22-23 سالگی در شعور انسان تحلیل آینده نیست، پیش بینی آینده سازی در شعور او هنوز نیست و بعد 23 سالگی به وجود میاد. شاید این سبب اون شود که مثلا در این مسئله کمتر شد و البته ما یک چیز در جمعیت خود درست و نقص درک کرده ایم که پشتیبانی کسانی که از طرف آدمان ظالم که آسیب میبینند، کسانی که یتیم هستند، کسانی که در مشکلات دیگری زندگی آسیب پذیر هستند، در این جمعیت ما پشتیبان دارند و این پشتیبان صاحب ملت، این پیشوای ملت است. برای همین چیزا بدونن که در تاجیکستان کسی نیست که به پشتیبان نباشد، فقط راهش درست یافتن در کار و اون مکانیزم‌هایی که در جمعیت هستند اونها رو درست استفاده بردن و تا شعور جمعیت رساندن آن کارها و واقعه و حادثه هایی که به عدالتی اجتماعی را نشان میدهند. آن وقت مقامات های قدرتی و کسانی هستند که عدل و عدالت را میدونند، آن رو باز عدالت رو برقرار میسازند و در آخر میخواستم بگویم که شما مردم عزیز درک کنید و بدانید که قانون سبب رشد ما و شماست، سبب بهبودی زندگی ما و شماست، برای آینده آن برای ما و شما شرط است و قانون ما و شما را حفظ میکنند همون کسانی که در مقامات قدرتی کار میکنند و البته مناسبت درست با آنها و فهمیدن و سری وقت مراجعت کردن و دانستن حقوقهای خود سبب آن میشود که باز هر یک تاجیکستانی که مقصد وطن عزیز ما و دولت تاجیکستان شریف ما هم همین است که هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروندی که در اینجا زندگی میکند خوشبخت باشد. پس خوشبخت باشید. واقعا در خاتمه من میخواستم دو سه چیز را از صحبت شما در شکل خلاصه بگویم. اولا اون که واقعا در مسئله آموزش حقوق هنوز ما میدان فراخی داریم. حقوق خودش یک علم علیحده است و هر یک شهروند رو با حقوق خودش شناس کردن قدم به قدم، مثلا حقوق پدر و مادر، وظیفه پدر و مادر، حقوق کودک، وظیفه کودک در عائله اگر باشد، بیرون حقوق شهروند، مثلا حقوق کارمند، حقوق دانشجو، حقوق بیمار و حقوق دکتر، اینها در همه کجایی که ما نباشیم این مناسبت ها در همین دو شکل هستند. قانون در همه جا هست. هنگام کلمه قانون را تلفظ میکنیم گمان میکنیم که قانون فقط هنگام جزا است، هنگام جنایت جزا است. قانون در همه جا است، در هر قدم ما در دایره قانون تنظیم می شود و قانون های کشور ما میدونیم که بسیار قانون های خوب هستند، قانون های سری وقتی هستند و
ریایه آنها واقعا برای هر یک شهروند باز کردن درهای زیاد است، امکانیت های علاوگی است. ما هنگام کلمه قانون میشنویم در آن همیشه محدودیت را میبینیم. قانون نه همیشه محدودیت است. قانون در دایره خودش امکانیت های زیاد هم دارد. وقتی ما این رو از این دریچه میبینیم گمان میکنم که مناسبتمون با آنهایی که در رعایت قانون پاسبانند با آنها اندک دیگر می شود. ولی برای آنهایی که در این مرز ایستادند و مرزبانهای قانون هم ما ارزوهای داریم که حرفگی خود را درجه کسبیت خودشون رو، دانش خودشون رو زیاد کنند و آنها واقعا آنها هستند که با احساسات برای به احساسات داده شدن حق ندارند. هنگامی که در وظیفه اند آنها در وظیفه اند و مسئولیت آنها خیلی زیاد است. شما بسیار خوب گفتید که آنها در پیش نظر مردم همچون نماینده دولت هستند و یک نفری که ملیسا رو ببیند که کار خودش رو از نگاه کسبیت خوب رعایت کردن نمیتواند، اجرا کردن نمیتواند، میگوید که این دولت ارزش ندارد. از این نگاه ما باید این نکته رو هر یک کارمند حفظ حقوق، خصوصا آنهایی که نماینده هستند در پیش نظر مردم هستند، ناظران راه هستند، یک ملیساهایی که مثلا در نزد هیکل سامانی میستند، در جاهای دیگر میستند که نظارت میکنند و مردم آنها رو هر لحظه میبینند، اینها باید این مسئله رو بسیار خوب دانند. آنها نماینده دولت، نماینده ملت، نماینده جامعه هستند و همچون از مردم، از سیمای آنها، از طرز رفتار آنها، از گفتار آنها به این ملت، به این جامعه، به این دولت بها میدهد. آنها در بین مردم هایی که در تاجیکستان هستند، کشور ما کشور درهای باز دارد و اینجا خارجی ها خیلی زیاد هستند و ما بعضا وقتی که بعضی چیزا رو میشنویم خانوخو هر کدوم ما در دلمون خجالت میکشیم، میگیم که از رفتار یک نفر کارمند مقامات ما، این یک آدم بیرونه، یک آدمی که مهمان کشور ما است، درباره یک ملت بها میدهد و در این مسئله من گمان میکنم که کارمندان حفظ حقوق، آنها برادران عزیز ما، ملیسه های ما، ناظران را، آنها همیشه این چیز رو درک میکنند و باز از ما خواهش ما این قدر بود که هوشیارتر باشند، زیباتر باشند و آنها باید طرز رفتارشون زیباترین و روشنترین و حمایت کننده ترین باشد در مسئله حمایت ملت ما، آبروی ملت ما، شرف ملت ما، ناموس ملت ما که شما واقعا مرزبانان همه این ارزش‌های والا هستید. واقعا صحبت اینجا به انجام میرسد. به همه بینندگان ما آرزو داریم که در مسئله حفظ حقوقشان، دانش بالا بردن دانش‌های خودشان در مسئله حقوق فعال باشند و با کارمندان حفظ حقوق هم که در این مسئله بسیار با دقت باشند، مسئول باشند و در مسئله مهربانی نسبت همدیگر کمبود نداشته باشیم. باقی آباد باشید تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه.